6 1 6 3 6 و 5 6 و 5 اکی سورو خرید کردن میخوام. یک شکلات میخریم خلاص؟ راو دیرتر بیا. اکا بچه ما همه بازی را نه سر کردیم. کیفی همین بازی را نپره. اکا جون بیریج میخرم. مادرم آش پخته با مردم تقسیم میکنم. با خیر است. با شما نه توی دارید و نه اید. و این آشی پلو را با مناسبتی چی میپذیره؟ خیر مایلش اگر برنج خرد کیلوی خیستن میشود. شما پرتوید من حاضر میایم. سمی بیا. سهراب جان من انتظار میشم. ده سومون میشود. با من 5 کیلو در کن. 5 کیلو؟ ها 5 کیلو. او این قدر برنج بسیار رو چون میکنی؟ اکا میوید اکم. آچم آش پخته با مردم تقسیم میکنن. اکاد میآید؟ ها اکم. پرویز؟ اکی پرویز هم میآید. پنجاه سومون. مرحمت. پرویز خب رئیس دوام میدیم. چی گپ شد رئیس؟ وای سمیرو پرویزی اکاش می آمده است. پرویز؟ بله اکا. ای دیوانا 100 بار به تو گفتم در گیردی ماشینی من نگرد. دف شو از اینجا. من تو را در نزدی ماشینم نبینم میگویم. دف شو. خدا داشت دیگر تو را در اینجا نبینم. تهمینه کجا میرفته باشد؟ سورپریز. آها این رو بینید. من ماشین دارم و عروس شونده من باشد با مشروطه دیها به کجا می رفته باشد؟ مرا عروس شوندم نگوی. برای چی عزیزکم؟ تهمینه عصبی نشم. خیر میلش. پدرت آمده بود با وی پولی زیاد دادم. میگوید که لباس های در مغازه من بوده و تهمینه معقول نیست. برای همین به او پولی زیاد دادم. هیچ گپ نی. وقتی که خانه دار میشویم خزینه مغازه را به تو میسپارم. همین که به شهر رفتم خوجینی مغازه تو میشوی.
ها؟ سفسته نگوی دور شو از نظرم. برای عروسیمان خرید کنی میروی ها؟ انا کمی دیگر مون. من حتما تو رو میگیرم. این خوابت رو تو رو میگیرم عزیزم. من تو رو دوست میدارم. گفتم که دوست میدارم. تو رو میگیرم. اصلا کن. دوست میداشته است. تهمینا. پرویز کجا شدی؟ آخر مشوش می رود. پرویز پرویز آخر کی میوی؟ ایستید. اکای جعفر ایستید. ایستید یک لحظه صبر کنید. ایستید. پرویز میآید. خواهر چی شد؟ پرویزش کیست؟ سلام علیکم. عذر میخواهم کمی دیر کردم. قریب بود که مرا مانده میرفتید. برادر این مرشد به سمت دهه نوآباد میرود. با فکرم شما خطا کردید. نه اکای جعفر خطا نکردم. من از دهه نوآبادم. نامی من پرویز. پسر اپی ساجیده هستم. آها پرویز خوب هستی؟ این قدر سالها در کجاها بودی؟ خیلی هم تغییر یافته ای. اکای جعفر من در شهر تحصیل کرده دانشگاه طبی را ختم نمودم. به دهه خودمون همچون دکتر تعیین شدم. پرویز لابای با خدا قسم تو رو در کوچه میدیدم نمیشناختم. تو رو تهمینه شناخت وگرنه ما میرفتیم. چی؟ تهمینه؟ بله تهمینه. تهمینه؟ چیکار شد؟ احتیاط باشه. بچه چه کار میکنی؟ الو اکا پرویز میآید. چی؟ پرویز میآید میگویم. باید نمیومد. او را در اینجا روز نمیدیم. نفس کشی نمیگذاریم. از کجا دانم اکا؟ از کجا دانم؟ گفتند که میآید.
یک لحظه ایست. خوب هستی؟ سهراب، انیق میدونی که میروید این خبر رو به تو برسون. چرا اینقدر پس گپ میزنی ها؟ چرا اینقدر پس گپ میزنی؟ از زنت میترسی؟ سهراب، گپی گفتم رو اجرا کن. پرویز نباید به این ده آید. سهراب، دیوانگی نکن. چی کاری میکنی نمیکنی و به این ده. اوچا سهراب، لبه اوچا جون، سخنهای اکت رو شنیدم. او نباید به این دهن رسد. او را باید یگان کس نبیند. مردم باید به سخنهای او گوش ناندازند. فهمیدی؟ فهمیدم. اوچا، او گوش کنید آخر. این تهمینه. باز تهمینه. بس کن سهراب. چرا آخر اوچا؟ اگر پرویز امروز به ده بیاید، مردم ده را از خواب غفلت بیدار میکنند. امروز به حیث دکتر روید، فردا وظیفه معلمی را به گردن میگیرد. روز دیگرش باشد امام میشود. میفهمی؟ مایلش اوچا. مرا با دقت گوش کن سهراب. اوچا، تلفن را خاموش میکنم. اوچا، اول مثل انسان با وی صحبت کن. با وی فرمان که تو در این ده حقوق زندگی کردن را نداری. خیر اگر روزی نشود بعد چی کار کنم اوچا؟ گریه کردن گیر. وقتی که برادرت به ده اومد بسیار تر گریه میکنی. گوش کن. خاله التجا دارم با برادرم یکان کار نکنه. من شما رو مثل مادرم میدانم. سهراب رو باشد مثل دادرم، مراد رو باشد مثل یکم. التجا دارم با پرویز یکان کار نکنه. چی کار کردنم را خودم نغز میدانم. اوچا جون، گوش کن سهراب. اوچا، بس کنید آخر. تلفن را خاموش میکنم. اگر گپت نگذرد بس کنید اوچا. اوچا، تلفن را خاموش میکنم. میفهمید؟ تلفن را خاموش میکنم. سهراب، اوچا چی شد؟ نمیدانم. همین که اومد میفهمیم. تو باشی، آرام نشین. زنت را گرفته خانه مادرش بر. اوچا، چرا او را ببرم؟ آیا دخترم عزیزه رو هم ببرم؟ بچه نادان، عزیزه را کجا میبری؟ وی نبیره من است، از آیله ماست. زنت را برکی در فراق دخترش سوخت خاکستر شود. چی بودنی دشمنی را فهمد. بچه نادان. دوازده سال پس به دهه میروند. تخمین باور میکنی حتی نصف زیادی مردم دهه‌مان رو فراموش کردند. خیر، تقدیر همین بوده است. آخر به این دنیا یک بار میاییم. به این دنیا بسیار چیزها یک مرتبه می آیند. حیات، عمر، اینها یک مرتبه آمده می گذارد. عشق هم تخمینه، عشق هم در زندگی یک بار می آید. انسان در حیاتش یک بار عاشق می شود. پرویز، اینقدر سخنهای زیبا می گویی.
تو این سخنهای زیبا رو با چند دختر دیگر گفته بودی؟ باور کن این سخنها رو یکمین بار است که میگویم. تو دانشگاه طبی رو یا که رشته ادبیات رو ختم کردی؟ باری اول است که من این سخنها رو به صاحب ارزنده‌اش میگویم تهمینه. به من وعده دادت پیش از رفتنم رو فراموش نکرده ای؟ خداوند محبتتان را زیاده گرداند. تهمینه کلی پیش درو. ایستا چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ عروس شوندم رو از نزد تو دور میکنم. عروس شونده؟ بله عروس شوندم. ها تهمینه مگر با او نگفته بودی؟ من عروس شونده تو نیستم. بله حالا نیستی. من یک دو روز بعد فاتحه داریم. برمیگردیم به مسئله اساسی. خلاصه من تهمینه و تمامی مردم دهت تو را در این دهه دیدن نمیخواهیم. چی؟ تو چی گفتی؟ سفسطه نگوی. من این گپ رو باری اول میشنوم. این گپ رو کی گفته برآورد؟ من در دهه خودم زندگی میکنم. هیچ کس حق ندارد که مرا از دهه پیش کند. چنان میروی که خودت حیران میشوی پرویز. چی؟ کاری چندین سال پیشت را باز تکرار کردنی؟ برادری جانیت را فروخته بودی. باز نقشه پیش کردنی مرا کشیده ای. این نوبت هر کاری که میخواهی کردن گیر. موفق نخواهی شد. سهراب من دختری دهه‌ای نوآباد هستم. یعنی از طرف حکومت وظیفه دار شدم. محض برای همین تو را دیدن نمیخواهیم. نمیخواهیم که تو در دهه زندگی کنی. پرویز نمیخواهیم که در این دهه چون من باز برادر به پدر زندگی کند و پدری او را تو کشته باشی. برای همین زود از دهه برآمده رو. گپی من تمام. پیش درو. دستت را گیر. نمیبینی او با تو رفتن نمیخواهد. سردی. او خودش گفته ایستاده است که با تو رفتن نمیخواهد. دستت را گیر. به تو میگویم. کاردار نشو. سهراب به تو میگویم دختر را سرده. اگر من خواهم با من میرود. پیش درو. سهراب دستت را گیر. با ماشین سوار شوید میرویم. همه با ماشین سوار شوید میرویم. چی تهمینه؟ تو به همین عرابه شکستگی میروی و با ماشین من نه؟ این ماشینی تو باشد اینش ماشینی من است. پرویز به شما یا نشان میدیم. پرویز قسم میخورم که تو را آزاد نفس کشیدن نمیگذارم. قسم میخورم که یک روزی آسوده را نمیبینی پرویز. اوچا اوش کی تیار میشود؟ اینقدر دیر شد؟ گروز نموندم اخیر. صبر کن تو هم بعد ناس بدهد. وقت چقدر تیز میگذرد. ماشین باید کی ها می اومد.
بخیر باشد. تلفن دستی هم نداریم که با اکام زنگ زنیم. آتو تلفن رومان آش رو کی تقسیم میکند؟ من تقسیم نمیکنم. سمی تقسیم کنم. یا اینکه اپای تامین رو جغ زنیم. اوچا اکم تقسیم میکنم. مایلش. Saraka! قدمی مبارکی قاتلی لعنتی هرگز به این دیه نرسد. درد و بلاها مصیبت ها همش به سر همون پرویز رود. هرگز قاتلی نابکار هرگز به آرزوی امیدش نرسد. پرویز قاتل همون درد و بلا مصیبت ها به سر همون قاتل پرویز بیاید. قطع مصیبت ها به سر همون پرویز بیاید. خیلی زیباست. این پسر سوجیده خیلی کلان شده. دکتر است. پرویز لابای انا همینجاست مرکز تیوی. همینجا؟ بله. اینجا کی ساخته و کی خراب شده است؟ اینجا هم از دست اویله ایام وفا به همین حالت رسید. لیکن تو پروا نکن. سرجم شده در بین 2-3 روز اینجا رو تازه میکنیم. مایلش خیر پرویز جان، تا بازدید. تا بازدید.
اوچا 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 اوچم در کجاست؟ در خونه؟ اوچا 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 چی گپ؟ اوچا چی شد؟ چی واقع شد؟ چی شد؟ یگان واقعی ناخوش؟ پرویز آمد اوچا. او را با چشمانی خودم دیدم. همراه تهمینه بود. تهمینه به پیشوازک به شهر رفته بود است اوچا. سرم سهراب؟ تو چی؟ برای تهمینه غمگین شدی؟ یا اینکه آخر او قاتلی پدرم است. برای چی خیلی گم میزنید اوچا؟ لحظه های مرگی پدرم را هرگز فراموش نمیکنم اوچا. هرگز مرگی پدرم را فراموش نمیکنم اوچا. پرویز بیا رفت. پرویز من ماشین رو های کردم نمیتونم. سهراب تو های کردن نمیتوانی، پدرت رو میزنی. حالا وقت این کارها نیست. ای من کور نیستم کو. پرویز قاتل شوهرم را کشتی. من نکردم. قاتل من نکردم. کشتی. پرویز قاتل من نکردم. شوهرم را کشتی. هرگز من به او گفتم که های نکن. او یک روی کرده ماشین رو های کرد. پدرم باشد گریخته نتوانید. در نتیجه پدرم زیر ماشین ماند. سهراب بچه جانم با خود بیا. پرویز باید مرا گوش میکرد. بس کن سهراب، با خود بیا سهراب. اوچا پرویز باید از این ده برآمده رود. و پدرم را کشت و همه شوقم را از من کشیده گیرید. او باید برآمده رود اوچا. من به تحمیل زندگی کرده نمیتوانم. آرام شو سهراب، پسرکم با خود بیا.
چجور همش سوز میشود دخترم акаи диловар язна оҷа ман дар омада истодам салом апаҷон додарҷони ман чӣ хел ҳастед ҳама хуб хайр дигар чӣ ҳол доред нағз ҷиянакам азиза чӣ хел хуб аст хуб аст парвизҷонам очаҷон акаҷонам омад очаҷони азизам акай парвизам омад биёед шуморо оғӯш бигирем ҷони очаҷон чӣ қадар туро пазмон шуд ман чӣ қадар ин соатро пазмон будам маро бубахшед ҳеҷ гап аз нема раи ман шуда шумо азоби зиёд кашидед очаҷон ба хонаи худат хуш ҳар омадӣ шаб чеҳраи пурнури шуморо ба ёд меовардам очаҷон шумо ҳамеша дар ёди ман будед ман қурбони шумо шавам ман дер туро интизор будам акаҷонам чӣ қадар ин рӯзро интизор будам очаҷон чӣ қадар дидори шуморо пазмон шудам оша шуморо сахт ёд кардам саракам шуморо сахт ёд кардам очаҷон дигар аз наздатон дур намеравам ба шумо ваъда медиҳам хуш бошед биё додам хуш бошед оча ин қадар интизорат шудам бачаҷон рафтем
خیر دیگر خوب استید اوچا جان؟ شکر بچه. الیاس از من دیدم مردی بزرگتر شده است. خیریت که اکا جان شما آمده. 12 سال منتظر این لحظه بودم اکا جان. هرگاهی که با دشواری دچار میشدم این روز رو فکر میکردم. همیشه میگفتم که حتما که پرویزم اومده خاصی من رو میگیرد اکا جون. دوی ماما رو میزدن. بله من دوی میگفتم که اکا بیوید. پدر ندارم. بله برادری بزرگ دارم اکا جون. برادری بزرگ دارم. بس کن گریه را الیاس. انا دیدی که من آمدم شیرکم. همش خوب می شود. گریه نکن آخه. تو مردی کلان هستی. یک کس را نمی بینم. او در کجاست؟ اپای تهمینه رو میگویه. او هم مثل ما شما را بسیار منتظر شد. نه من عزیزه را در نظر داشتم. عکسهایش را همیشه می بوسیدم. حالا او در کجاست؟ او را کی بوسه می کرده باشم؟ بچه ها ما یک اوش رو بینم فراموش کردم. بله شوچه جون. الیاس لبه اکا جون. اصل این کار رو به من نمیفهمانی. چرا فهمونم اکا؟ وقتی که می اومدم یزنم از خونه برآمد. بسیار عصبی بود. به او صدا دادم. گویا که نشنیده رفت. اکا جون با مشکل ناچیزی عالمی بین خدا شد. فکرش رو نکن اکا جون. فکرش رو نکن. به فکرم که مشکلی ناچیز نیست. یا او رفتن مرا میخواهد. گپ زن الیاس. میخواهد که من از این ده بروم. عزیزه جانکی من خوراکت را خور. اگر نخوری کلان نمیشوی. گیر خور. نمیخورم. اوچم در کجاست؟ حالا می آید. به نزدی اوچم رفتن میخواهم. اوچت به مهمانی رفته است. اگر خوراکت را نخوری وای دیگر نمی آید. گیر خور جانکم. اپای زلیخا من رو به نزدی اوچم بری. رفته بین. بعد به نزدی تقویت می روی. گیر جانکم. خونه تقویه می روم. عزیزه همون تقوی گفتگیت قاتل است. میفهمی قاتل است. باباید را کشته. باباید را. نی دادا چونان شپاتی میزنم که زلیخا رو از پیشم گرفته بر. نباشد باز یگان بلا بر سرمان میاره. پسر تهمینه را البته با تو گرفته میدیم. با کدام راهی که نباشم. من این خطایی رو یک بار کرده بودم. دیگر تکرار نمی کنم. با پسرم مراد
محبوبش رو گرفته دادن نتوانستم. اکنون مراد سرسان و سرگردان خودش تنهاست. دودرکم آسوده باش، من در بری تو هستم، همش خوب می شود. عزیزه جان گیره نکن. حاضر بازی میکنیم. نه زیوچه میروم. مایلش میرویم. گیره نکنه. زلیخا عزیزه جان رو گرفته نزدی مادرش بر. مادرش رو ببیند، یک بار تقویش رو هم ببیند. بعد آنها رو گرفته عزیزه جان رو گرفته همراه مادرش به خانه بیا. فهمو بیبی جان من شما رو دوست میدارم. جانی بیبی، شیرینی بیبی. برای چی اوچه؟ آخر شما خودتون گفتید که منیره رو ببر، حاضر باشد. باز میگوید که او رو بیار. آخر منیره خودش به دیدار بینی برادرش رفتن خواست کو. حالا باشد نقشه های دیگر در پیش است. خیر کنی گپ زنید اوچه، چی نقشه دارید؟ آیا وی قاتل دردی از زندگی کند؟ قاتل گپ در سر قاتل نیست. ولی چی گفتن میخواید اوچه؟ هرگز نفرت و خصومتم کم نمیشود، ولی خطر در دیگر چیز است. بفهمی؟ در دیگر چیز؟ پرویز میتواند با آسانی در دل مردمی ده جای بگیرد. وی دکتر است. این با کاری ما خلل میرساند. اگر مردمی ده با گپی پرویز گوش دهند، همه نقشه های کشیده ما برباد می رود. تو این را میفهمی؟ خیر چی نقشه داره دوچه؟ پرویز رو بگمانم تهمینه به ده دعوت کرده است. همین طور مراد را جغزن در حال بیاید. پگاه به خواستگاری تهمینه می روید. تیاری دیدنمون لازم. مایلش اوچه، رفته اکم رو زنگ میزنم. خوب شده است. زودتر زنگ زن. زودتر بیاید. زود باش. عزیزه جان دستت رو ده. خاله ما میرویم.
زلیخا صبر کن حاضر می آیم یک دم ایست انا بین بیاد برای تو چی آورده است؟ اینقدر لختکی زیباست. این لختک برای عزیزه جون نی لیکن بابای مخکول شده باشد البته برای او هم می سازم بیبی جان کالونش رو می خواهم مثل اپای زلیخا کالون باشد خیلی ما می رویم. هدیه رو نگرفته با کجا می روی؟ خاله من این کار رو نمی کنم. آخر شما این کارها رو بس کرده بودید کو؟ نمی کنی؟ کردنک؟ چرا نمی کنی؟ مجبور می کنی این لختک را در اتاق پرویز می گذاری مرا فهمیدی؟ التجا می کنم خاله این کارها رو با من نگویید. آخر سالهای دراز با این کار مشغولید ولی نتیجه خوب نمی بینید. این دختر رو بیننده خودم کلون کردم بابای رسوندم امروز با من درس میده. ای خاله آخر چی؟ دبت را گیر نمی کنی؟ اگر نکنی من خودم میکنم خودم در نزد اونو خودم را شرمنده کردم خودم این کار را میکنم برای اویلم میکنم میلش خاله میکنم انشالله که خداوند مرا برای این کار را میبخشد. ها کلینم را فراموش نکن او را هم گرفته بیار فهمیدی؟ شما در این دهه از من دیده رنج و عذابی زیادتر کشیده اید. اکا آنها در حق تو ظلم زیاده کردن. اکا جان در این دنیا از همه کاری مشکل این تنها بودن است. اکا جان تنهایی باریگران است. اکا شکری خدا که مرا تنها نگذاشته آمده. اکا جان شکری خدا. همش خوب می شود دادر جان. اکا جان حتی اپای تهمینه در ریخت و شکست خونه همراه ما بود. وقتی که اپای منیره به شوهر برآمد اپای گلناره 10 سال او را اجازه نداد که به خانه بیاید. حالا باشد تو را بهانه کرده به خانه آمدن او را اجازه داد. اکا جان من گمان نمی کردم که آنها تا این درجه بیرحم و ظالمند. من فکر می کردم که آنها منیره را کلین می کنند و بدبینی و دشمنی را بس می کنند. اکا جان آنها دیگر نمی شوند. اپای منیره را همچون غلام گرفتند. 10 سال شد که به خانه خودم آمده بود. اکنون نو آمدن را سر کرد. بگذار اپای منیره از یزدان جدا شود. آخر تا کی این ظلم و ستم آخر ندارد؟ تا کی اکا جان باید یگان کار کنی. اکا جان اپای تهمینه هم در زیر چنین ظلم و ستم است. اکا جان تهمینه؟ اکای پرویز اکای پرویز اکای پرویز اکا نشناختی؟
این منم جمیل هستم. جمیل اکا. جمیل مسخره باز. چی حال داری؟ خوب هستی؟ مرحمت گذر. مرحمت تامینه. اکا جون با فکرم جمیل رو خوب بیاد داری ها؟ البته. جمیل رو کی نمیشناسد؟ خوش اومدی اکا. چی حال داری؟ خوب هستی؟ شکری خدا خوبم. انا میبینی که باز به دیه هم برگشتم. پرویز باز یک بار دیگر خوش آمدی. ای اپای تهمینا تو چی؟ اکای پرویز دیده بودی؟ نه ما با او در راه واخوردیم. ای جمیلی مسخره باز، تو هیچ از مسخره بازیت نموندی. مادرم به تو سلام گفتند. پدرم که در خانه بودند آمدن نتوانستند. گفتند پگاه میروم. سلامت باشن. نوری دیده تاجی سر آمدن گیر. اکای پرویز عذر میخواهم. من حاضر میایم. حاضر. اکا این جمیل مسخره باز یکم مسخره کرده نیست. اکا شما با حضور شینید. یک کاری ضرورم بر اومد. حاضر میایم. حاضر. پرویز جان من شما را تنها میگذارم. شما آمده دپا. به نزد خاله سجوده میروم. مایلا. خوب مایلش. انا همین خیلی. سورپریز دیده چخل ترساندم. با خدا تلخم کفید. اکای جمیل اکای جمیل یک بار دیگر کنه نترسیدم. تو دیوانه شده جمیل مسخره باز میمون بازی کرده. قریب بود که دلم از خانهش میبرم. البته که دیوانه من دیوانه عشقی تویم زلیخا جون. دیوانه عشقی تو. این اکای پرویز رو پرتفته پیامک رو خونده زود به نظرت اومدم. لختک رو با من ده. با من ده چی؟ گفتم. این دختر کلانیت است که اینقدر دوستش می‌داری؟ با من ده گفتم. ماما البته که از تو میشد عزیزکم. برای تو رو ترساندن عذر میخواهم. بیا اکنون میرویم. مسخره باز. به خونه تقو جون میروم. اوچا جواب نمیدید. مشغول است میگوید. مشغول. ای خدا گیرت همون مشغول است میگوید. به این زنگ زدن گیر آخیر. جواب میدهد. زنگ زن. اوچا
боварӣ доред аз вақте ки салима мурд акам дигар ба ин деҳа барнагаштааст. метарсад ки боз ҳамон бахтиёри девонаро зада мекушад. парвиз дағдаға карда биёяду писари ман дар он ҷо мурда бар ин хоб. охир оча вай худаш омадан намехоҳад, аз бахтиёр ҳам наметарсад. бас кун, занг задан гир. охир оча ҷавоб намедиҳад. охир машғул аст, мегӯяд оча маро девона кардааст. танҳо мурод моро наҷот дода метавонад. мурод, фаҳмидӣ? диловар, ака саломатият хуб аст? дар куҷоӣ? чӣ гап? ака чаро занг мезанам ҷавоб намедӣ? чӣ гап шуд охир? очам бо ту суҳбат кардан мехоҳам. очам? бале оча. марҳамат оча. ҳа писаракам, ҷонаки оча, чӣ хел ҳастӣ? хубӣ? хубам оча. ба хайр аст? даҳниши шаб зан заду? ба деҳоям? оча, ин омадани ман шарт аст. очаҷон, оё бе ман намешавад? паҳлавон бар ин биё бачем, паҳлавон бар ин биё ки тамоми деҳаро тарсу ваҳм фаро гирад. бачаҷонам. хайр. гӯш кун мурод, боз нӯшида наоӣ. маро шарманда накун писарам. не наменӯшам. майлаш меоям. гуфтам ку очаҷон меоям. майлаш бачаҷонам, майлаш. оча агар шумо хоҳед ман рафта акамро гирифта биёрам. боз май нӯшида маст мешавад. шарманда нашавем оча. чаро ту дар ҳаққи акат ин хел суханҳои носазоро мегӯӣ? вақте ки ман гуфтам ба мурод нанӯш, вай наменӯшад. фаҳмидӣ? бомаза шудааст на ош? бале, болаззат шудааст. парвиз? лабай очаҷон. бачаҷон, оин хел намешавад. ошҳои учаятро ёд накардӣ? ёд кардам албатта. оин хел ки бошад наздиктаршин ошро гир. хуб, ҳозир. инро бинеда? акай парвиз омада гуфта моро фаромӯш кардаду ча? аслан ту гурусна бошӣ аз ҳеҷ кас намепурсӣ. ҳамаашро мехӯрӣ. самиҷон, агар иштиё дошта бошӣ ҳамаашро хӯр. майлаш? мунираҷон, ош гир. ҳозир очаҷон, чой резам. бисёр болаззат шудааст очаҷон. ош шавад бачаҷон. пагоҳ рафта маркази тиббиро қабул ман мекунам. омодаам, ёре медиҳам. ман ҳам кӯмакат мекунем. апай мунира, лабай, ман азизаро бурда хобонам. майлаш.
چه رزید اپا جان؟ حاضر دادارم. سمی بابای اوچا جون. جمیل همراهی من بیاید با من کمک رسونید بچه ها. مایلش خولا جون. شما به حضور خوردن گیرید یا بیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. دستانم رو پکنم. پرویز آش را برم. مایلش. ایلیوس با من یک چای گرم دم نمی کنی؟ مایلش اکا جون. حاضر. زلیخا